آیا میدونه داره چیکار میکنه و این ترسناکه دیگه. بسکتبالیست کمتر فوتبالیسته. چرا؟ مثلا خیلی از مسابقات رفتم با جیب خودم رفتم، قشنگ قدرشو نمیدونم خودم، یعنی میفهمم که نمیدونم و باز هم بهش بها نمیدم. تو تیم ملی هم بودی؟ آره تیم ملی هم بودم. این قضیه رو واقعا باید نفهمم. اگه در من 25 ساله هنوز یه همچین نشونه هایی هست، هنوز یه همچین اتفاقاتی میفته، 100% در بچه اتفاق میفته. من بچه‌ها من میخوام خوب برداشت کنم. از من 180 در میاد. سلام، خوشحالم که تو این قسمت با من و امیر همراهید. علی رحیمی هستم، فعال حوزه کودک، بخش مربیگری ورزشی، عضو سابق تیم ملی و دستی هم به موزیک دارم. امیدوارم که لذت ببرید از این قسمت. الان چی کار میکنی با عنوان کار؟ الان که مربیم اگه نیاز اس بگی بگو تبلیغم بشه. اگه نیازه دیگه باشگاه پرش. اسمش پرشه. باشگاه شتاتو باشگاه پرش. آره. خیلی مربی کولی دارن. با بچه‌ها هم کار میکنی اونجا؟ آره، درسته. بیشتر با بچه‌ها. من شاید بزرگسالم دارم ولی خب اکثریت کارم با بچه‌هاست. چون بزرگسال اونقدر منعطفن میشن دیگه. میشن. از من 180 در میاد. فکر نکن. ببینیم کجا رو باید ببینیم دیگه باید بگذاره. بعد آخه انعطاف یه چیز مثلا خیلی طولانیه، دیر بازدهه، دیر جواب میده ولی خب جواب میده. بعد بچه ها رو خیلی دوست دارم. من راجع بچه ها من میخوام خوب برداشت کنم، نمیذاری علی؟ نه بچه کلا ارتباطم خیلی خوبه با بچه ها. احساس کنم یه صدایی داره از اون پشت صحنه میگه یعنی چی؟ They're not like us. نه ببین با بچه ها خیلی خوبم به خاطر جورای پایانی رو ریختم با بچه ها خیلی خوبم چون بچگیمون خیلی یادمه. یادته؟ آره. از چند قبل بعد رو یادته؟ مثلا 3-4 به بعد یادمه کامل واضح. خب یا ابوالفضل. آره مرد من نمیدونم دیروز نهار چی خوردم، واقعا نمیدونم دیروز نهار چی خوردم. ببین بچگیمون خیلی خوب یادمه. بعد یادمه قشنگ میتونم خودم بذارم جای اون بچه که ببینم چه احساسی داره. الان مثلا اگه من بهش این حرفو بزنم چی فکر میکنه راجع به خودش. خب بعد این چیزا خیلی مهمه چون من رشته دانشگاهی هم که خوندم مربوط به کودکانه و خیلی چیزا به من یاد داد. روانشناسی خوندی تو؟ نه حالا بگذاریم باشه. ولی خب ولی چیزی که خوندم مربوط به کودکانه و خیلی چیزا بهم یاد داد. روانشناسی هم جزوش بود و این خیلی چیزا رو تجربی به من یاد داد. واقعا افکتشو می‌بینی. یعنی مثلا من شاگردی دارم که مثلا از 401 با من بوده، الان که 404 قشنگ می‌بینید رفتارش شیفت شده و قشنگ می‌فهمی مثلا اثر گرفته. میگی آقا من اینو اینجا بهش اینجوری گفتم باعث شده این رفتار رو نشون بده. خب می‌بینی نتیجه حرفتو. دقیقاً. و خیلی باید مراقب باشی. هر حرفی نزنی، هر چیزی نگی. خیلی باید مراقب بچه باشی چون اگه یه حرف من روی تو یک اثر میذاره روی بچه 100 اثر میذاره. 100% چون خامتر ذهنش. واقعا. بعد یه چیز دیگه که هست، مخصوصا کسی که مربیشونه رو به عنوان خدا میبینه، یعنی اصلا هر چی بگی قبول میکنه، چرت و پرت هم بگی قبول میکنه. من تو همین سن میگی بچه، من میخوام مثال بزنم در تایید حرفت. من تو همین سن مدیر فعلی جایی که دارم توش کار میکنم و مهندس آقادیر اتفاقا جزو لیست مهمانانم هست. انقدر آدم کول و باحال درست حسابیه. من گفتم یه همچین داستانی با عنوان مهمون میای، فکر نکرد خب میام. آره. خب یه همچین آدمی. من واقعا عاشق این مردم. دیشب بحثش بود با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، گفتم آقا اصلا من این آدمو عاشقشم، نمیدونم چجوری توضیح بدم. یه ارتباط اصلا عجیب به نظر، به همون جمله که تو میگی خداشه، خدام شده، انقدر دوستش دارم. خیلی خیلی دلی
بهش نزدیکم و این قضیه رو واقعا باید موافقم. اگه در من 25 ساله هنوز یه همچین نشونه هایی هست، هنوز یه همچین اتفاقاتی میفته، 100% در بچه اتفاق میفته. در تایید حرفت میگم. خلاصه آره واقعا. ببین مثلا مثال بچه‌ها تو میری بهش میگی که اگه که ساکت بشینی من میبرمت که مثلا آخر تایم بازی بکنی به عنوان جایزه. خب اگه که خوب تمرین بکنی من برات مثلا فلان چیزو میگیرم. خب این شاید مثلا یه حرف خیلی ساده ای باشه برای تو، ولی بچه رو شرطی میکنه. آره. چه اتفاقی میفته؟ یاد میگیره که من باید تو جامعه یه چیزی ارائه بدم. در هر کاری که میکنم باید یه چیزی دریافت کنم. من باید یه چیزی ارائه بدم که دوستم داشته باشن. من لایقه نیستم که همینجوری دوست داشته بشم و این خیلی بده. من هیچ وقت این کارو نمیکنم با بچه‌ها. من به همشون سعی میکنم عشق یکسان بدم، سعی میکنم که بهشون بفهمونم که من دوستت دارم. اگه هم دارم که بهت سخت میگیرم، اگه دارم یه وقتی حالا مثلا بهت خورده میگیرم این کارو بکن، این حرکت تو اینجوری بزن. مربی ژیمناستیکم بچه. آره معلم ژیمناستیک خیلی منعطف این مرد. خب چرا فلج شدم؟ فلج نشدم، نمیتونم راه برم. توکلت هم هستم ولی فلج هستم. تو تیم ملی هم بودی؟ آره تیم ملی هم بودم، 400 و 401 بودم. بازیکن تیم ملی ژیمناستیک دوستان. و نوجوانان اینا پایه هم بودم ماشاءالله. آره ولی دیگه حالا این اواخر خودم کنار کشیدم، یه خورده تجاری تر شدم. بیشترم دوست دارم. ببین بیشتر مربیم تا بیشتر بازیکن. یعنی خیلی بیشتر. هم یه سری هم آخه تو فوتبال هم همینه دیگه. یعنی مثلا مورینیو بازیکن نمیگم بدی بود، آره. خوبم نبود که تو چش باشه برد باشه، هم مربی آره. ولی اینو مثلا خیلی دوست دارم. حاصل دسترنج آدمو خیلی بیشتر میبینی. یه چیزی که هست میگن یه چیزی که استعدادشو داری. من واقعا حالا جدی استعدادشو داشتم ژیمناستیک. آره. چون مثلا میدیدم مثلا اگه همه 10 جلسه میمونن یه حرکتی میزدن، من نصف یه جلسه میزدم جمع میکردم میرفتم خونه، بقیه‌اش هم بازی میکردم. نه بابا خب واقعا استعدادشو داشتم و دارمم. آره خداییش. آره خب. من موافقم با این قضیه. ولی دیدی میگن استعدادش که من راحت به دست میاد راحت هم از دست میره. اینم دقیقا همینه. قشنگ قدرشو نمیدونم خودم، یعنی میفهمم که نمیدونم و باز هم بهش بهانه میدم. این خیلی بدالی. آره آخه دلیل زیادی داره. مثلا یکی از دلایلش اینه که ما خیلی جا نیست برای پیشرفت تو ژیمناستیک. نهایتش چیه؟ نهایتش تیم ملیه من بودم دیگه. نهایتش قهرمانی کشور من دارم دیگه. مدالات هست اونجا. آره میدونی خیلی جای مثلا من دیدی قرارداد می‌نویسم بازیکن و اینا. من یه بار قرارداد نوشتم تو عمرم. فکر می‌کنی چقدر بوده؟ 400,000 تومان. نه بابا چه سالی؟ سال 99 فکر کنم. واسه یه سال؟ نه واسه یه مسابقه. که بلیت اتوبوس هم موقع یادم شد 50 تومان. وای. رفت آمدم و یه غذا هم خوردم و همه شد همون خرجه دیگه. یعنی 50 رفت 50 برگشت و خیلی وقتا شده مسابقه میدم و مثلا بعداً میگم پولشو بد میدیم. حالا برو فاکتور بگیر مثلا از طرف اون تیمی که میری، مثلا از طرف تیم هیئت عراق میرم. اون مادر خرجه است میگه من تو بده ما واسط کارت به کارت میکنی. هیچ وقت اتفاقم نمیافته. هیچ وقت بد نمیدم. مثلا خیلی از مسابقات رفتم با جیب خودم رفتم، خیلی از اردو تیم ملی رفتم با جیب خودم رفتم، چون اردو اولش انتخابی به عهده فدراسیون نیست. اگه انتخاب که میشی اینا دیگه با فدراسیونه، جای خواب تو، جای غذا تو اینا دیگه با فدراسیونه، لباس تو اینا همه با فدراسیونه. ولی موقعی که هنوز انتخاب نشدی اردو آماده سازی اول میری، هزینه‌اش به عهده خودت یا حالا هیئتی که ازشون. رضا علیپور هم همین رو میگفت دیگه. آره دقیقاً. اون بنده خدا که دیگه اشلش شده بود بین المللی، اون طرف حرکت مثلا خودشو داره، رضاز موو داره، یعنی همچین چیزی من دیدم تو اینترنت. اونم همچین چیزی رو تایید میکرد. ورزش اصلا تو ایران خیلی کم. همه ورزش نه ولی اکثریت ورزش ها خیلی بهش بها داده نمیشه. به نظر درسته که به فوتبال بیش از حد اهمیت دادن یا نه؟ آره. چرا؟ چون مخاطب داره. خب نه میگم به نظر کار درستی کردن. آره جذابه دیگه. جذابه. وقتی مخاطب بخواد
جواب ما صحبتی با امیرعلی کردیم اون سری تو اپیزود 1، حالا الان که اپیزود 3 ایم راجع به این صحبت میکنیم که فوتبال ورزش فقیر فقراست. بعد میرسیم به این نقطه که آره بعد میریم تو اپیزود بعدی تو همین اپیزود 2 داشتیم فکر میکنم اینو اصلا تنیس. آره اپیزود 2 رو ببین، پارت 2 اپیزود 1 رو ببینی، اونجا فکر میکنم راجع به این قضیه صحبت کردیم. بعد میگیم فقر یعنی چی؟ بعد میگیم فقر مالی منظورمه. بعد میرسیم به این نقطه که الزاما هر کی فقر مالی داره فقر اجتماعی نداره. بعد میرسیم به این نقطه که نه ورزش فقیر فقرا نیست، اما ورزش در دسترسیه. چون ورزش در دسترسیه فقیر فقرای حالا مثلا منظورم مالیه ها، بازم با تمام احترام ما هممون فکر می‌کنیم زیر خط فقریم دیگه. الان خط فقر 35 6 تومن 8 تومن چقدر؟ من قطعا حالات خط فقر آره من 2 صفحه قبلا واسه افراد در دسترسه. پس همه دهکای جامعه هم میتونن از فوتبال استفاده کنن. من حس میکنم این عدم توجه به ژیمناستیک یا حالا رشته‌های دیگه نه تا کشور ما، همه جای دنیا همینه. یعنی تو میری با این حرفت موافق نیست؟ مثلا این چه میدونم ای اسپورتو مثلا باز میکنی نگاه میکنی، اسمش اگه اشتباه گفتم نمیدونم، باز میکنی شبکه ورزشی رو، همین ژیمناستیک دائم پخش نمیشه ولی فوتبال دائم داره پخش میشه چون در دسترس تره، در دسترس و جامعه پذیرفته دیگه. هر چی هم که جامعه بپذیره اتفاق میفته. ولی با این حرفت موافق نیستم که فوتبال ورزش فقیراست. من موافق نیستم. من نظر اون سری از امیرعلی پرسیدم، خودم مخالف این قضیه. یکی از دلایل این که فوتبال کلا ورزشایی که پخش تلویزیونی زیاد پابلیک ترن، بیشتر میشناسنشون، بیشتر ورزشکار دارن، یعنی چیه؟ راحت ترن. فوتبالو هر کسی میتونه بازی کنه تو لول‌های مختلف. خب پینگ پونگو شاید هر کسی بتونه بازی کنه تو لول‌های مختلف. شیرجه رو هر کسی نمیتونه، ژیمناستیک رو هر کسی نمیتونه، ساده ترین حرکتش رو هر کسی نمیتونه. 180 ساده ترین حرکت ژیمناستیک 90% آدمو نمیتونن. دیگه چه رشته‌ای بهت بگم؟ خیلی رشته هستن که 90% آدما ساده ترین پایه ترین حرکاتش رو نمیتونن انجام بدن، ولی فوتبال یه بچه 3 ساله تا یه مرد 90 ساله چون بیشتر هم تو تلویزیون خیلی دیده میشه. تو نگاه کن وقتی تو بچه 3 ساله تلویزیون میشینه پای تلویزیونی که باباش روشن کرده داره پای اون فوتبال میبینه، زودتر هم یاد میگیره. جای همین تصویر چون که 90 دقیقه فوتبال هر شب پخش بشه، 90 دقیقه مسابقه ژیمناستیک پخش کن. بچه شروع میکنه پاهاشو باز کردن تا یاد بگیره. توانایی هر کسی نیست. واقعا میگم من احساس میکنم چیز تحت عنوان استعداد نه که مهم نیست، مهمه ولی کافی نیست. من احساس میکنم همه میتونن همه کار بکنن، نه با کمیت‌های مختلف. واسه همین تو مسی فنی و من رونالدو فنم، واسه همین با کیفیت مختلف میتونن این کارو بکنن. مثلا من به نظرم حالا خروجی من میگم من نتیجه محورم جدا از کله که با هم بیرون پادکست 1000 جا تو اینستاگرام تو واسه من ریلز میفرستی رئال بده، من ریلز میفرستم بارسا بده، ولی مثلا من به شخص خروجی رونالدو رو بیشتر از مسی دیدم. یعنی هم گلای ملیش، یعنی آخه تروفی یه سری میان تروفی محورش میکنن، من میگم ما داریم راجع به بازیکن صحبت میکنیم، راجع به تیم صحبت نمیکنیم. به عنوان تیم بله تروفی تو تیم مهمه، تو فرد مهم نیست، چون فوتبال یک ورزش گروهیه ها. یعنی حالا ما مثالی که داریم میزنیم ورزش گروهیه، فردی نگاهش میکنن خاصه گل زده بیشتری یارو داره، مثلا دریبل موفق بیشتری داره، ولی کفش طلای مسی بیشتره. آخه میدونی اون خیلی سیاستیه، خودت هم میدونی کفش طلا که سیاستی نیست. نه ببین کفش طلا که گل بیشتری بزنه. آره ولی خب الان گل اوورال گل زده طرف از کل تاریخ بیشتره اینجوری نگاش. آره خب ببین بیشترم بازی کرده، خب بیشتر بازی کرده، بیشتر تونسته رو خودش کار کرده، میدونی 200 بازی بیشتر کرده، طرف رو خودش کار کرده. آخه تو 40 سالشه طرف رفته تو مسابقات انتخابی جام جهانی، همون مسابقه که مسی اونور خدافظی کرده. یه 2 سال مسی بزرگتر ازش، کوچیک‌تر ازش، بزرگتره مسی 2 سال، مسی کوچیک‌تره 2 سال 2 سال از مسی بزرگتره. تو همون مسابقه که اولی که مسی اومد 2 تا گل هم زد، خداییش هم چقدر گل قشنگی زد، عشق کردم، خدافظی کرده، تو همون دوری گل میزنه از پشت محوطه جریمه. اصلا اینجوری هم که من به شخصه لرزیدم پشت گوشی. ببین جفتشون خب نه جفتشون خفن اصلا مقایسه بد نمی‌کنم. ولی من اصلا فعلا رونالدو مسی کار ندارم. من دارم میگم پتانسیل یه رشته‌ای تو کمتر آدمایی هست. خب میگه رشته‌های خاص هست، نایاب‌تره استعداداش، درسته؟ استعداداش دقیقاً نایاب‌تره، سخت‌تر پیدا میشه.
تو شاید تو مدرسه که میری توی کلاس 30 نفره 10 نفر ضربازات خوب میزنن، 10 تا فوتبالیست خوب پیدا ازشون در میاد، اصلا روشون کار بشه در میاد، ولی یه دونه ژیمناست از توشون در میاد. شاید تو کل مدرسه یه دونه ژیمناست ازشون در بیاد. چرا؟ چون که اولا که رشته سختیه، واقعا سخته، استعداد نایابتریه، استعداد میخواد، علاوه بر این که سخت کوشی میخواد، استعداد میخواد. خب تو فوتبال تایپ فوتبالیستای خیلی زیادی داری، یکی هیکلش گنده تره میگه این مدافع خوب میشه، یکی تندتر میدوه میگی وینگر خوب میشه، یکی مثلا با دستش خوب میتونه توپو بگیره میگی گلر خوب میشه. ژیمناستیک اینطوری نیست. ژیمناستیک هم باید سرعت، هم قدرت، هم انعطاف، هم از نظر ذهنی و منتالی ذهن بدنت آگاه، چون تعادل هم قسمت زیادی از کارتونه دیگه، ذهن خیلی مهمه. وقتی شما همه این فاکتورها رو میخوای برای یه رشته خیلی سخت داره. تا هر فاکتوری تو میتونه فوتبالیست بشه، هر فاکتوری میتونه بسکتبالیست بشه. بسکتبالیست کمتر فوتبالیسته. چرا؟ قد بلندتر میخواد، هر کسی نمیتونه بسکتبالیست. البته ما بسکتبالیستا قد کوتاهی داریم که پوست مثلا شکیل اونیل هم کندن. آره ولی اکثریت اینطوری نیست دیگه. بله حق با شماست. یه دونه لول بیاد پایینتر، وزنه بردارا کمتر از بسکتبالیستا. سخت‌تر رشته سخت‌تری. همه زور ندارن تو بدنشون. ژیمناستا از فکر می‌کنم اکثر ورزش‌ها کمتر باشه. به نظرم نایاب‌ترین ورزش ممکن تو دنیا ژیمناستیک میتونه باشه، واقعا به عنوان کاندیدای جدی میتونه مطرح شه ژیمناستیک. و به همین دلیله که اکثری خیلی کم میمونن تو این رشته. من شاید سالی 10,000 نفر آدم میبینم علی. تو میدونی من روابط اجتماعیم خیلی زیاده دیگه. من تو این 10,000 نفری که تو سال میبینم هنوز تنها ژیمناستی که دیدم تویی. ببخشید گفت کشیدم. خب مرد ایرانی. آره من تو همه این 5 سالی که تو رو میشناسم تا الان و تنها ژیمناستی که دیدم هم تو بودی. اصلا دلیلش این بود من رفتم ژیمناستیک. من خاص باشی؟ آره دوست داشتم. خیلی خاص باشی. دوست داشتم من کاری که من میکنم همه نکنم. همین کارا میکنه. شما اگه فیلم فوتبال شاولین رو دیده باشین، بازی که علی داخل فوتسال میکنه عملا یک فوتبال شاولینه. اصلا انگار نه انگار اومده فوتسال بازی کنه. شرمنده موقع. آره اصلا انگار نه انگار علی داره فوتسال بازی میکنه. علی اصلا میاد رنده میکنه میره. یه 180 تو آسمون میزنه، قیچیه نمیدونم نابرگردون میزنه تو گل. آره خیلی خوب ترکیب میکنه، قشنگ زندگی میکنه با ژیمناستیک. آره بابا آبمون هم تموم شد، لبمون خوش شد ولی به جاش خنده رو لبمه. چوب تو دستمه چوب تو دستمه مثل بستنی عروسک. اونی که بعد بدونه میدونه. چیکار کنیم گفتیم؟ بریک بدیم آب بیاریم. بریک بدیم. چه بریکیم؟ بریم بیایم. آره خلاصه که رفتیم اومدیم بریکو دادیم. خانواده سمی چه شکلیه؟ خانواده سمی؟ آره خانواده سمی به نظر چه شکلیه؟ خانواده‌ای که چشم بذار فقط بلندتر رو داشته دیدن پیشرفتمو نداشته باشن. خب و خوبه همو بخوان ولی از منظر خودشون. اینو دقت نکنن که هر آدمی متفاوته. خدا رو شکر من واقعا خانواده‌ام خوب. خدا رو شکر خیلی راضیم از این مورد. ولی دیدم خانواده هایی که سمی هست و خیلی بده. یعنی اون بچه‌ای که اونجاست، خانواده که دیگه حالا اون شکل گرفته ذهنیتش و اینا به کنار، بچه‌ای که اونجاست عذاب میکشه. یه میمی از میگم بچه بزرگ در حال رهایی از خانواده تاکسیک، نگاه به بچه کوچیک و بچه کوچیک اینجوری که تو رو خود من تنها نذار. خیلی غم داره. خیلی بده، واقعا خیلی بده، افتضاح. نظر چیه خانواده رو چه رفتارهایی به عنوان نشونه یه خانواده سمی میتونه باشه به نظرت؟ رفتار میگم ببین تو الان یه سری المان گفتی این کارا رو بکنه میشه خانواده سمی. من میگم یه نشونه بده، یه رفتار میبینی، همون صحبتی که داشتی میکردیم گفتی من این هر رفتار رو با بچه که شاگردمه میکنم محصلش میشه اون اتفاقه. بعدن شرطی میشه. میخوام بگم خب این اتفاقی که در خانواده سمی میفته یک روزه اتفاق نمیفته دیگه، خیلی زیاده. چند تاشو گفتم، چند تا چیزی که به ذهنت میاد بگو ببینم راجبش صحبت کنیم. مثل اینم آب بود داخلش، مثل همون توش نشون بده. نمیتونم توش نشون بدم، باید سانسور کنم توش، منکراتیه توش. ببین در واقع اختلالات روانی خیلی زیادن. حالا من متخصص این حوزه نیستم ولی 4 تا واحد پاس کردم حالا تو دانشگاه
و تحقیقم داشتم راجبش. دوست دارم این موضوع. خیلی چیزا باعث میشه که بچه ها آسیب ببینن از نظر روحی روانی. خیلی چیزا باعث میشه اصلا منتال بریک داون بشه، خیلی اذیت بشه. خیلی چیزا باعث میشه که افکار اصلا خیلی بدی سویساید نوت داشته باشه. نمیدونم سویساید نوت؟ آره سویساید نوت. سویساید نوت بنویسن مثلا نوت‌های خودکشی نمیدونم. نه بابا خیلی چیزا جدی میگم، خیلی چیزا ریز ریز باعث این موضوع میشه و خیلی زیاده. خب مثلا یکیش همون اون موضوع شرطی شدنه که من میگم. بالاتر توی درجات بالاتر باعث کمالگرایی میشه. طرف جرئت نداره که مثلا خیلی کار رو استارت بزنه، یا آدم کمالگرایی میشه. خیلی وقتا خیلی کار رو انجام میدن باعث میشه که منزوی بشه طرف. خیلی چیزا. حالا یه سری چیزا شاید خیلی مستقیم با خانواده در ارتباط نباشه، ولی اکثر اختلالاتی که من حالا راجبشون خوندم و اینا خیلی هاش مربوط به خانواده است. خیلی مهمه. خانواده به نظرم مهمترین شاکله تربیتی دیگه. اولین جامعه‌ایه که تو توش قرار میگیری دیگه. مدرسه دومیشه. آره مدرسه دومیشه. واقعا مدرسه دومیشه. چقدر من خصوصیات اخلاقی، اگه چند خصوصیت اخلاقی خوب داشته باشم، یک تعداد خیلی زیادیش رو از معلم‌های خوب دوران دبستانم یاد گرفتم. خیلی عجیبه. اصلا بهش فکر می‌کنم اینجوریام که من انقدری که از اینا اثرپذیری داشتم از خانواده خودم نداشتم. واقعا میگم چقدر نقشه معلم میتونه مفید باشه. بعد میدونی چی ترسناکه؟ معلمی که به دل میشینه ولی نمیدونه داره چیکار میکنه. چون دلنشینی یه چیزی که نیاز به علم نداره، صرفا یه قلب خوب میخواد، یه رفتار خوب میخواد، یه منش خوب میخواد. ولی اینکه حالا یه آدمی که قلب خوبی داره، مهربونه، منش قشنگی داره، به دل بچه میشینه، آیا آگاهی نسبت به حرفی که میذاره داره؟ آیا میدونه داره چیکار میکنه؟ و این ترسناکه دیگه. مثل اتم دست داعش میمونه. خیلی ترسناکه. خیلی اصلا مربی‌ها و معلم‌ها و اینا که حالا هم صنفای ما میشن خیلی وقت در میره از دستشون. یعنی دیگه ما هم آدمیم دیگه، احساسات خیلی وقتا دخیل میشه، به منطقت غلبه میکنه. ولی من خودم حالا تا جایی که میشه سعی کردم وقت بذارم، شمرده باشم، فکر کنم به حرفام، فکر کنم به رفتارم، که یه وقتی حالا الگوی بدی نباشم. اوورثینکری؟ نه اصلا. روی کارم خیلی چیز میکنم، خیلی سعی میکنم که ریز بشم، جزئیات کارم برام فهم میکنه. اونو منم دوست دارم. آره ولی توی چیز عادی نه. نمیشین راجع به چیزی هی فکر کنی. نه. جدی؟ آره چیزایی که مثلا شخصی اینا منظورت دیگه. آره کلا یه زندگی دیگه. اصلا نمیتونم باور کنم چه چیزی. من خیلی زندگیم تو اوورتینک که من از وقتی یادم میاد مثلا وقتا شده هایی اومدم پیش خانواده شهرستان خوابیدم. خب مثلا همش تهران تنهام دیگه، کسی پیشم نیستش که بگه چه اتفاقی در خواب واسم میفته. یا مثلا صبح بلند میشم مامانم میگه دیشب تو خواب چی میگفتی؟ گفتم چی شده؟ من گفت تو خوابش دعوا میکردی. و مثلا میگفت دیشبش تو خواب قور میزدی، دیشبش تو خواب گریه میکردی. صحبت‌ها رو تا تو چند وقت پیش تو بازیات چرسی هم داشت همچین چیزی رو میکرد و اینجوری بودم که منم اینو دارم، فکر می‌کنم فقط من اینجوریم، فکر می‌کنم یه موردی دارم. بعد دیدم که حالا اوورثینک کردم یکی از دلایل این اتفاقاته. خیلی اوورثینک میکنم. من اوورثینکر نیستم. خوش به حالت واقعا. من خیلی تو لحظه زندگی میکنم. من تو لحظه زندگی میکنم. ببین اوورثینک هم من قبل از واقع است. آره. یعنی حتی ممکن اتفاق نیفته. دقیقاً همین یک سری اتفاقات هست من راجعش اوورثینک میکنم، هیچ وقت قرار نیست اتفاق بیفته، ولی من تا وقتی اتفاق نیفته بعد به این قضیه میبرم جلو. آره و این خیلی ویژگی بدی از من. دوست دارم برم دنبالش، نمیدونم کجا. یعنی حقیقتش بخوای یک مقدار تراپیست زده شدم، یک مقدار خیلی اندکی تراپیست زده شدم. ممکنه من تجربه بدی داشته باشم و این دلیل نمیشه تراپیست روش غلطی باشه. فعلا دارم یه زمان میدم، شاید زمان بتونه یه معجزه‌ای برام تجربه‌ای به زندگی بهم اضافه کنه، یاد بگیرم اوورثینک نکنم. اوورثینک خیلی کشنده است. آره. خیلی کشنده است. و تو مثلا اینجوریه که یه اتفاقی میفته و مثلا همه کنترلشون از دستن، چون اونا اوورثینک نکردن نسبت به اون قضیه، تو فقط اوورثینک کردی نسبت به اون موضوع. یه اتفاق میفته مثلا 8 نفری توی جمع، تو اوورثینکری، همه دیوونه میشن جز تو. همه چیزی که وای حاجی چی شد فلان بدبخت شدیم اینجوری.
و اینجوری که مثلا تو در کمال آرامش نشستی. آره و اینجوری که تو چرا مثلا تعجب نکردی؟ میگفت من 4 ماه پیش تو یکی از اوورسینکام اینو در نظر گرفته بودم، الان اصلا جا نخوردم. نه من بعضی اوقات اعصاب بقیه خوب میشه از دستم، از آروم بودم. مثلا اتفاق که میفته خب همه اینجوریه که ایوان تو اینجوری همه چیکار کنیم، اینجوری میگم بابا میشه دیگه. آره منم با این قضیه موافقم. بعد مهدی یکی از دوستام، آقا مهدی شطر تو، آقا مهدی عزیز، مهدی 10 برابر من اینجوریه، آرومتره مهدی از تو، اصلا بهش نمیخوره مهدی. مهدی دیگه اصلا منو خورد میکنه. نه به خدا. یعنی مثلا ببین می‌خواستیم مسافرت بریم با اتوبوس، بلیط اتوبوس هم مثلا تو فکر کن ساعت 8 بود، زودتر بود، 6 صبح بود. خب بعد من از 5 پا شدم و دیگه وسایلمو آماده کردم و پکینگ و اینا، لباس پوشیدم و استاد یه رو به 6 خواب پا شد. نه 20 دقیقه به 6 اینا بیدار شد، چای میخوره آروم، مثلا میگه میرسیم حالا چه خبره، میگم بابا ترمینال مثلا یه رو 20 دقیقه راه اتوبوس میره، اینجوری میگه نمیره تا 10 دقیقه منتظرمون میمونه. بعد واقعا هم میمونه. آره ولی بس اینکه اون تو رو فشاری میکنه آقا خب بیا بریم، من زیاد نشم. خوش شانس هم هست مثلا یه چیزی خوش شانس مهدی یه چیزی میگه، آره یه چیزی میگه مثلا میگه نمیره اتوبوس و واقعا نمیره، مثلا یه رو حرفش بروه، یه رو دیر میریم، یه رو بعد میمونه تا اتوبوس. اینجوری نگاه میکنه یه دیدی گفتم یک جرعه از لیوان بهت گفته بودم میخوره اصلا خیلی. ولی من اینجوری نیستم. خوابو گفتی من خیلی بد خوابم همین. چقدر بد؟ خیلی بد خوابم. ساعت خوابت بده یا کیفیت خوابت؟ جفتش. ببین من هم ساعت خوابم بده، نه اینکه مثلا بگم دیر میخوابم زود میخوابم، اینجوری نه، متفاوت میخوابم. مثلا امروز 8 شب میخوابی فردا 3 صبح؟ آره اینجوریه. دقیقاً اینجوریه. بعد مثلا تایم مشخص نه، مثلا همه میگن اوکی 10-11 شب بریم تو رخت خواب که دیگه 11 و نیم خواب باشیم. من اصلا اینجوری نیستم. من هر وقت کیف کنی میخوابی. اصلا خوابم میگیره یهو. هر وقت بدنت بگه من میخوام بخوابم، میگم بریم بخوابیم. من بدنم خیلی به مغزم غلبه میکنه. اون به اون میگه رئیس کیاره. تو خوابم فقط، بقیه چیزا نه. بعد آره خیلی اینجوریم. بعد خودم تصمیم بگیرم بخوابم اصلا نمیتونم. باید بدنم خوابش بیاد. مثلا من شده 1 ساعت 2 ساعت مثلا تو رخت خواب بودم، هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد میخوابم، مثلا میخوابم اینوری سرم اینوریه، میخوابم بیدار میشم پام اینجاست، سرم اونوره، میچرخم پا میشم. من تا صبح 3-4 بار حداقل از خواب میپرم. منم اینجوریم، خیلی بده اصلا افتضاحه. بعد روانیم کرده هر سیکل خوابم که یه بار طی میشه 145 دقیقه که طی میشه یه دور بیدار میشم، دوباره میخوابم. بعد منم زیاد بیدار میشم خب، ولی دیگه نمیتونم بخوابم. امروز 5 بیدار شدم، دیشب 1 خوابیدم، 1 شب خوابیدم، 12:01 خوابیدم، 5 صبح بیدار شدم، بعد دیگه خوابم نه. تا الان خیلی خوبه. آره اصلا خوابم نمیره. من ساعت 1 دیشب رسیدم شهرستان، همینجا که خدمت شماییم، ما پیش خانواده خوابیدم، از 7:30 صبح من بیدارم. آره دارم میمیرم. خیلی خوابت میاد. آره بعد تازه فکر کنم من شبم مسافرم، تو میدونی دیگه من شبم مسافرم و تازه رفتیم با علی جان زحمت کشیده اومده بابا، رفتیم چند تا خرید کردیم، داستان کردیم و اینا. آره خوبه صفا باشه. خواب خیلی موضوع مهمیه. خواب همه چیو تشکیل میده. ولی من اخلاق در روزو تشکیل میده، نوع برخورد، مدیریت بحران، تصمیم گیری آنیت. آره خیلی تحت تاثیر قرار میده. ملاتونین خوبه میگن. من تا حالا هیچ دارویی مصرف. آخه ملاتونین مثل اینکه دارو، حالا من شناخت ندارم، اگه دارید بنویسید اینجا حتما. ملاتونین ظاهرا هم هورمون خوابه، تو قرصشو میخوری فقط میره بالا، یعنی عوارض نداره. تا جایی من خودم نخوردم هنوزا، ولی میگن که آره ملاتونین رو 1 ساعت قبل خواب بخور که خوابتو تنظیم کنی. یه بار امتحان کن. من تا حالا به جز اینکه دکتر برام بنویسه هیچ دارویی مصرف، هیچ دراگی، آخه دراگ نیست آخه این که دارویی مصرف نکردم. دراگ حتما نباید مواد باشه، دراگ میتونه مدیسن هم یه جور دراگ دیگه. آره هیچ مصرف. بعد میترسم از این. آخه ملاتونین دارو نیست. من معده‌م و اینا خیلی حساسه، هر چیزی رو نمیتونم بخورم. آخه من گربه بود میگفت بالا شهر تو فرشته میدی گربه رو غذا بهش میگن، من این برند رو مصرف نمیکنم. آخه مثلا من قرص آسپرین اینا نمیتونم بخورم. چرا باید آسپرین بخوری؟ مثلا اگه چیز باشه مواد تشکیل دهنده‌شون هم چیه اینا با هم دیگه با هم پک میشن، تو نمیتونی بخوری.
یا مثلا از خیلی چیزا، خیلی دارو و اینا نمیتونم بخورم. به آمپول دگزا حساسیت دارم. از آمپول میترسی؟ نمیترسم. حساسیت به دگزا دارم ولی به بقیه چه چیز خوبی همش حساسیت اصلا آمپول خوبی نیست دگزامتازون. اصلا نمیدونم بدنم خیلی راحت به هم میریزه با دارو و اینا خیلی راحت. و همینم حالا هم این هم ورزش باعث شده که من هیچ وقت سمت هیچ نوع درای مخدر و مثلا الکل اینا نرم. تو که خدا خیلی صحیح و سالمی ماشاءالله. چون میترسم آجی اصلا واقعا ببین بدنم بعضی وقتا خیلی بد واکنش نشون چیز خوبی هم نیست آخر جدا از اینم دیگه. آره من خودم نمیگم حالا کسی میخوره آدم بدیه ها، ولی اگه نتونی بتونی جلو خودتو بگیری اهل این چیزا نباشی خیلی باحاله که چه عیبی داره. آره مثلا به مواد غذایی حتی به حبوبات من نمیتونم بخورم. چرا؟ معده‌م میریزه. معده‌ت و فتحت میریزه به هم حسابی ها. مثلا خیلی زندگی سختی. تو فلافل نمیتونی بخوری؟ نه شیت تو فلافل نمیتونی تا نخوری فلافل؟ چرا مثلا بچه بودم اینا خوردم دیدم آرام بد میشه دیگه نخوردم. نه بابا الان شد 20 ساله نخوردم. 20 سال فلافل نخوردی؟ آره قرمه سبزی اینا نمیخورم. چی میخوری پس؟ گوشت، کربوهیدرات. تو اصلا کجایی؟ من مادرم اهوازیه، پدرم عراقیه. صفا کامبینیشن زدن. کامبینیشن پرقدرتی هم عراق به دنیا اومدم. شاید تو بچه اهواز تا عراق. این بینم چند تا شب فکر کنم میس میشه ولی خب دیگه حالا به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه از اون ور دور بزنید بیاید عراق. اصلا اینطوری خوبه خیلی میزونه. دیگه خودت حرفی سخنی پندی اندرزی با بچه‌ها نداری؟ خیلی مخلصیم. خیلی تجربه خوبی بود. من خیلی حال کردم. من خیلی دوست داشتم. این اصلا اولین اپیزودی بود که من هیچی رو کاغذ ننوشتم. این تو بری اپیزود دیگر نگاه کنی. من حتی با امیرعلی هم که صحبت کردیم آره من کتاب گذاشتم جلوم، دفترچه گذاشتم جلوم، کلید واژه نوشتم هی مسیر رو هول بدم اون سمتی. ولی اصلا خیالم راحت بود که با علی حرفه ازش در میاد. من اصلا نیازی نیست همچین کاری بکنم. خیلی هم راضیم. چیز بودم یه خورده خجالتی بودم. فوتوژنیک بازی داشتی در میآوردی ولی فوتوژنیک چی؟ بابا ضد تصویر بازی. آها از من تصویر نگیرید کردم. خوشم نمیاد. چیزم خجالت میکشم میخوام. خودم اینا خندم میگیره. خندت بگیره خجالت نکش دیگه. نه حرف اینا سعی کردم بزنم. آره خوب با من به من نگاه کردی بیشتر صحبت خوبه این. اونجا نمیتونم خیلی. مشکل نداره. من چیزم خیلی کمه. سیف زونم خیلی کمه. آره تو کوچیکه. دایره دوستام خیلی مهمه سیف زون آدمو. خیلی با ارزشه ها. این مثلا میگن یه آدم وقتی از اون سیف زون میاد بیرون علاوه بر اینکه با بیرون اومدن از اون سیف سایت فقط میتونی پیشرفت کنی، فقط هم تو همونجا میتونی بکشنت. آره. تا وقتی تو سیف زونی نه کشته میشی نه پیشرفت میکنی. آره. وقتی میای بیرون تازه کشته میشی. این مثال معروفی هست میگه گاوه بوده نمیتونسته هیچکی بکشتش. یه قصابی میاد میگه من اینو میکشمش. این هر قصابی اومده قصابه رو کشته. گفت کاری نداره که یه طناب ببندید دور گردنش، ببندید گاوو به درخت، من میکشمش. میرم میبندن. قصابی میاد آروم آروم نزدیک گاوه میشه. گاوه میبینه که این دستش ساتوره میخواد اینو بکشه، بودو میاد حمله کنه به این، گیر میکنه به درخته، میفته زمین. هی بالا میشه میره، هی خودشو نگه میداره که بیاد نزدیک زور بزنه درختو بکنه. همون لحظه به آرومی سر اینو قصاب جدا میکنه. بعد که تمام شدش میگن این شگرده از کجا اومد، چجوری تونستی این گاو وحشی رو بکشی؟ گفتم میخواست از منطقه امنش خارج شه. همونجوری که تو از منطقه امنت خارج شی میتونی پیشرفت کنی، به همون میزان هم میتونه واسط مرگی بار باشه. دقیقاً. ولی آره دایره آدمای نزدیک هم کمه و همین باعث میشه که مثلا اکثریت فیلم هم مثلا آدم بی‌نمکی هم ولی خیلی بانمک. خیلی بانمک علی. علی یه چیزی بهت میگه اینجوری که ببخشید. ولی راضی نبودی. آره ولی اوکی راضیم. اوکی یعنی با این موضوع مشکلی ندارم. دست در نکنه. ما هم با این قضیه مشکلی نداریم. خوش میگذره بود. عزیزی فرض. میگم که علی سالن بگیره هم دیگه میبینیم، با اینکه خیلی هم من که به شخصیت دوستش دارم کم دارم دیگه میبینیم. آره میاد تا بغل گوشم هم میاد ولی خب ما هم دیگه رو نمیبینیم. چرا این سری اومدی ببینم. آقا دیگه دست شما هم در نکنه. آقا دم شما هم گرم تا اینجا دیدیم. شم بود و غم بود. آره هم مونده و شم رفت. به سوز از زندان سوخت جگرم. چند قسمت سوم تموم شد و من هنوز پسرم. مراقب خودتون باشین. سابسکرایب، لایک و کامنت اصلا فراموش نشه. صفحه اینستاگرام چند رو هم دنبال کنین. ریلزاش هم تک تک میذاریم که راحت تر خلاصه ببینیدش.
خیلی مخلصیم. خدافظ. بای بای. آقا دست شما در. معذرت کن. خدافظ.